نمیتونی بازی نکن چند بازی نکن چی داد میزنی؟ برو تو یه دقیقت میرم بابا منو زنگ برج هیجان ما به صدا در اومد. سلام کوچیک همتون، حامد تبریزی در کنار رفیقای مشتی‌تر از جان. صبر اومد. آقا قرار لیوانا رو بچینیم، برج درست کنیم. پیمان، سالار، من گروه پسرا رو تشکیل میدی. این عادیه ایشالله ادیتور لایک کامنت سابسکرایب سابسکرایب کنید. بله، گروه دختران فرنوش، رویا، پگاه تشکیل میدن که همیشه بازنده بودن و بازنده خواهن. زنگوله رو بزن. شما با جرزنی بردین یا با جرزنی بردین؟ خیلی مخلصم، دوستتون همه دارم. شاهدن دسته قبل چجوری شده. بازی رو نگاه کنید تا ما آخر. دو دست اول واسه اینکه شما رویه بگیرید فقط خواستیم ببرید همین. اون دو دستی که با جرزنی باختید بازی قبل رو یادتونه؟ با جرزنی بردید. همه شاهدن. روزا یادتونه که سابسکرایب کنید. روزا ما به خاطر روز دختر آوانس دادیم بهتون فقط. وای هم شده رفت. 2 تا باخت بهتر از 3 تا پیروزیه. خب همونطوری که می‌بینید ما دو دسته آقایون و خانوم ها هستیم. قراره با لیوان ها برجی درست کنیم که ردیف اول 5 تا، ردیف بالایی 4 3 2 1 تشکیل میده. هر کی زودتر دیواره رو بچینه زنگ رو به صدا در میاره و تموم میشه. آقا 3 2 1 با فیلم بردارمونه که کاملا عادلانه برگزار بشه. ما دست به لیوان منتظر 3 2 1 گفتن فیلم برداریم. نمیگه 3 2 1 چرا این کارو میکنی؟ آقا من باختم ولی رفیقام همیشه برام وقت برنامه رو میگیرین همین. آقا بریم نفر بعدی. اوکی تو اونو خراب کردی. دو تایی سالن همیشه مقصری دیگه. آقا من چه؟ میگم مقصری دیگه. میزنی یه دوربین یه جوری بود که فهمیدن که نزدن. چون زاویه نیم بود فهمیدن که نزدن. این بری یه بار دیگه. آقا من آقا واسه چی؟ صدامون نمیذاره. خب بریم آقا نفر بعدی. سالن برو. 3 2 1 خوشحالم. بازی کن اون طوری نیست. اونو بذار. آقا شما با هم ساختیم. شما خیلی با جرزنی میبرن. اون برای اوناست. 5 تا. یه سوسماسی بگم یا لیوانا رو هم میچینم. این باید بگی باید به این بگی. نه یا لیوانا رو هم میچینم یا با قاشق غذا میخورم. چه شروبر قشنگ. حالا بیا اوکی بیا. خب پیمان میره برای فینال میزنه میره پایین. و برای
اعلام نتیجه برنده و بازنده. من نصفشو 5 تا پایین 4 تا روش 3 تا بالاش 2 تا یکی دیگه 5 4 3 2 1 بریم آقا بگو اونا چیدم بچی ببخشید 3 2 1 5 تا زمین 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 5 تا برو آقا جنبه باخت ندارید بازی نکنید جنبه باخت ندارید واقعا خیلی جنبه جمع کن بابا باسی در رو میزنی ها؟ ماتا سالا باسی در رو میزنی آقا یعنی چی کارا یا باسی در رو میزنی باسی نکن دیگه همش میزنه باسی میگم داد و بیداد میکنی تو ها؟ آقا همه بچه پر رو میشه آقا گم شو میرم نمیتونی بازی نکن جنبه بازی نکن بلد نیستی باسی لیوان دستت بگیری اسکر من داشتم نوبت اون بوده چی داد میزنی ها؟ داداش واسی تو میخندی ها؟ تو واس چی میخندی؟ ولش کن داداش برو بگو کفشمو بردار بیار میشه یه دقیقه بری تو امیرعلی برو تو یه دقیقه قطع کن یه برو تو جونم مادر میرم بابا من خب همونطور که دیدیم ما باختیم و قرار حکم رو ما اجرا بشه همونطوری که بازی گروهی بود 3 نفره بود قراره 3 تامون هم مجازات بشیم و محمد سالار ولش کن بذار حالا آخر سر بیاد پسر بیا اینجا سالار بیا وایسا اینجا و اینکه همیشه مقصر سالاره میان بچه‌ها بعضی وقتا به من میگن که حامد خب سالار رو چرا اذیت می‌کنی سالار رفیقمه داداشمه من دوستش دارم ولی خب همیشه تقصیر باختامون به خاطر سالار ما پرچمداری پسرا رو می‌کنه اگه می‌بازیم خب باشه اشکال دخترها ضعیفن باید 2 تا برد داشته باشن تو کارنامه‌شون خب حکم چی میدیم ما تصمیممون رو گرفتیم از این موبرا واسه آقا پیمان که موهاش زیاده و نگیارشون استفاده کنیم کلموش واسه آقا حامد بزن افتخارشون باختن شیرینی پاتونو شما بذارین رو میز لطفا. خب آقا پیمان شما اینجا وایسا مشاهد بعد درد نداره من امتحان کردم جای قبلی هم مونده پاتون لطفا پا رو بردار دستاتو خطی کن تلافیه عمری من چی اسمی؟ عمری من مبر زدم به اون پاتو نگفتی کافیه ما باختیم دوباره به این دخترها چیکار کنیم باش پاتو اینجا 180 با کنسولتون میگم پولو موه ببین گردیش رو گردیش اینجا باشه گردیش باید اینجا باشه آره بعد از سمت شرق به غرب ما جور دخترها جنوب به شمال میشه یه دونه‌شو بزنی؟ نه دی دوتایی من به خاطر دخترها حکم دخترها این کار میشه کردم شما هم بکشی؟ بله پایین به بالا نه وایسا از اول پایین بمال به اول بالا. بمال چون دی خانوما گفتم ما این کارو بکنیم گفتم که حکم خوب اجرا کنیم بچه وایسید قشنگ سمت چه داغ داداش من خودی بودم نه دیگه گفتم حکم خوب اجرا کنیم آقا به اینجوری کن داغ شه من یارتون بودم میگه به اینجوری کن داغ بشه جوش شد چه سفیدی میشه خب 3 وایسا 3 2 هیچی نداشت هیچی نداشت نه ببینم اینو ما هم تیمی بودیم ما هم تیمی بودیم
با ما هم تیمی بودیم. حالا چه کار زشتی بود. خب پیمان حالت چطوره؟ عالی. این بده. باریکه اینم بندم اونجایی که یادگاری ببرم بعداً تو خونه. خب بفهم زحمت کشیدی. پیمان که تحملش زیاد بود. خودت دستت ببر رو تلمبه. من واقعا مشکل دستاسیست دارم. نه یکی نه داداش بگیره. خودم میرم. بگیرتش یکی. بگیر داداش بگیر ما سرم کیج میبری. درد داره. بذار من برم. نه بگی نه بگی بابا ریپورت میخوره کلیپ. بگی داداش نه میگی میزنم نه من تومو میدم. نه داداش عشق شما الان تو دادی. بذار من که بهوش پامو بیاد. گذاشتم میدمو گذاشتم انگشتم هم میذارم. بگی تو ثابت نگه دار من بزنم. خیلی قد نشه. فقط به خاطر حرف اونا. من یه حرفی ندارم. باختن بعدم باختن فقط بذارید برن. ولی دمشون گرم حکماشون رو مردونه انجام دادن. خب بریم سراغ تخم مرغا بس کرد. ما اومدیم بیرون تا اجرای حکم سالار رو انجام بدن و اینکه دعوا سر اینه که تخم مرغ رو چطوری بزنم تو سر سالار بنده خدا. من از این کار خارج میشم که رو من نپاشه. من برای سالار آرزوی سلامتی دارم. سالار دوست دارم. موفقیت می‌خوام. امیدوارم که خوش بگذره. دوستان مهمون داریم. املت میخوایم یه نیمرو لاتی بزنید. بیاد نزدیک اینجا رو بگیر خیلی صحنه جذابه. فعلا املت میشه. داره میپزه. خیلی نامردن اینا. سرتو بگی پایین لباسو نشستم و آه میکشم. رفت تو یقت. نشستم سالار یه سوسپاس اینجا باید بگی. رفت تو یقش نشون. تخم مرغ خالی فایده نداره. کاش گوجه بود املت میخورد. باریکلا سالسا ببینم پس تو ببینم داداش. وا برو جلو وایسا. هنر که من میگه. یه بار یه سوسماستو بگو. تخم مرغ خالی فایده نداره. دستاشو یه بار دن دیگه. سرویس سیبیلا رو زدی شبیه جاستن شدی جاستنز. شبیه کوچه های مرغ شدم. ولی بذار بهتون بگم تخم مرغ خالی فایده نداره. کاش گوجه بودی املت دور هم. سالار ببخشید من همیشه دوست داشتم بغلت کنم ولی الان بدم میاد. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی خوش گذشت و امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. نامردی کردن. زنگوله. ادامه داره این قضیه و تلافی میکنیم. یه جمله سوسماسی دیگه بگو. چنگال بهتر از قاشقه. سالار تو نرو خودمو بزنم. نه نکن. ماشاءالله. یه جمله سوسماسی دیگه بگو. هنگام پوشیدن دمپایی بندهای خود را ببندید. هنر یکی دیگه هم نه وایسا این اصلا بلاکم کنید. این که گفتم بلاکم کنید. خیلی گوش تلخم. اینا رو بگیر. نامردای امشب رو نگاه کنین امروزو. شب دستم نشده تخم که. مرغیه. آره خیلی نامردن. فعلا خدا تلافی میکنیم. بازم باختیم. فعلا خدا